بخش اول، مهمترین وقایع تاریخی قبل از بعثت. فصل اول، تمدن‌های حاکم و ادیان قبل از بعثت. 1. امپراتوری روم. امپراتوری روم شرقی معروف به امپراتور بیزانس که قلمرو آن در آن زمان شامل سرزمین یونان، بالکان، آسیا، سوریه و فلسطین، تمام حوزه‌های دریای مدیترانه و مصر و کلیه سرزمین‌های شمال آفریقا می‌گردید و مرکز آن قسطنطنیه بود. حکومتی ستمگر داشت که ظلم و ستم را بر ملت‌های یاد شده تحمیل می‌کرد و آشفتگی و هرج و مرج همه جا را فرا گرفته بود. در حالی که خودشان با عیش و عشرت زندگی می‌کردند، با این وجود مصر عرصه ظلم مذهبی و بدترین نوع استبداد سیاسی شده بود و برای رومی‌ها به مثابه گوسفندی بود که از شیر آن استفاده می‌نمودند اما به آن علوفه کافی نمی‌دادند. در سوریه نیز انواع ظلم و بیگاری و بردگی رواج یافته بود و رومی‌ها برای رهبری و فرمانروایی آنان فقط از زور و قدرت کمک می‌گرفتند و علاوه بر آن که مورد تاخت و تاز قرار داده بودند، مانند بیگانگانی بر آن فرمانروایی می‌کردند که جز منطق زور چیزی را نمی‌شناسد و هیچ نوع نرمشی با آنها نشان نمی‌دادند، تا جایی که مردم سوریه برای پرداخت وام‌های خود فرزندانشان را می‌فروختند. جامعه روم مملو از تناقض و آشفتگی بود و این وضعیت در کتاب تمدن در گذشته و حال چنین بیان شده است. تناقض وحشتناکی بر زندگی اجتماعی بیزانس حاکم و گرایش به دین در اذهان رومی‌ها رسوخ کرده بود. رهبانیت و گوشه‌گیری فراگیر و در تمام مناطق کشور گسترش یافته بود. افراد بی اطلاع در مباحث عمیق دینی و مباحثه بیزانسی دخالت می‌کردند و به آن می‌پرداختند. زندگی عادی رنگ مذهبی به خود گرفته بود. اما از طرفی همین مردم به شدت به انواع بازی‌ها، سرگرمی‌ها و خوشگذرانی‌ها علاقه‌مند بودند. میدان‌های ورزشی بزرگی وجود داشت که 80,000 تماشاچی را در خود جای می‌داد. مردم در آنجا کشتی گرفتن مردان با مردان و گاهی مردان با درندگان را تماشا می‌کردند. مردم به نژادهای متفاوت تقسیم شده بودند. آنها زیبایی را دوست داشتند و به خشونت و ظلم عشق می‌ورزیدند و بازی‌هایشان بیشتر اوقات بازی‌های خونینی بود و شکنجه‌هایشان نیز خیلی سخت و هولناک و زندگی بزرگان و رؤسایشان ترکیبی از خوشگذرانی و توطئه و تشریفات بیجا و عادت‌های زشت و ناپسند بود. دوم، امپراتوری ایران. امپراتوری ایران معروف به فارس یا کسری از نظر وسعت از امپراتوری روم شرقی بزرگتر بود و ادیان زیادی مانند زرتشتی و مانوی در آن رواج داشت. در اوایل قرن سوم میلادی شخصی به نام مانی آیین مانوی را به وجود آورد. سپس در اوایل قرن پنجم میلادی آیین مزدک ظهور کرد که اساس آن بر پایه بی‌بندوباری و لجام گسیختگی بنیان نهاده شده بود و اموال و دارایی‌های مردم برای همه مباح شمرده می‌شد و این امر باعث شورش کشاورزان و سپس زیاد شدن چپاولگرانی گردید که به کاخ‌ها یورش می‌بردند و ثروت و دارایی موجود در آنها را به یغما می‌بردند و زنان را به اسارت می‌گرفتند و املاک و زمین‌های مردم را تصرف می‌نمودند که در نتیجه آن زمین‌ها و خانه‌ها خالی از سکنه شد، به گونه‌ای که چنین احساس می‌شد که اصلاً در آنجا کسی نبوده است. پادشاهان سلطنت را از پدرانشان به ارث می‌بردند و خود را بالاتر از سایر انسان‌ها تصور می‌نمودند و خود را از نسل خدایان می‌پنداشتند. ثروت و درآمد کشور در انحصار آنها بود و آنها صرف تجملگرایی و خوشگذرانی می‌نمودند و زندگی آنان به زندگی حیوانات شبیه بود، تا جایی که بسیاری از کشاورزان برای در امان بودن از مالیات‌های سنگین و خدمت اجباری نظامی کارشان را ترک می‌کردند و به دیرها و عبادتگاه‌ها پناه می‌بردند. مردم در میان جنگ‌های خونین و خانه برانداز ایران و روم که سالها طول می‌کشید، مانند هیزم بی ارزشی به کار گرفته می‌شدند، در صورتی که این جنگ‌ها هیچ عایدی برای ملت نداشت و تنها چیزی که عاید کشور می‌شد اجرای فرمان پادشاهان بود. سوم، هندوستان. عقیده مورخان بر این است که تاریک‌ترین دوران هندوستان از نظر مذهبی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی از اوایل قرن ششم شروع شد. از آنجا که مذهب به بی‌بندوباری رنگ تقدس داده بود،
بنابراین در همه جا حتی در معابد نیز رواج یافت. زن هیچ ارزشی نداشت و مرسوم بود که زن بعد از درگذشت شوهرش خود را زنده می‌سوختاند. هند از تمام کشورهای جهان برای داشتن فاصله طبقاتی و تبعیض نژادی معروف‌تر بود. نبود مساوات و وجود تبعیض جزئی از قانون مدنی، سیاسی و مذهبی بود که مقامات مذهبی هندی آن را وضع کرده بودند و بخشی از قانون کلی جامعه و آیین زندگیشان گردیده بود. بدین جهت هند دچار هرج و مرج و از هم گسیختگی گردید و حکومت‌های زیادی تشکیل گردید که همیشه با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند. در چنین دورانی هند کاملا در انزوا به سر می‌برد و جمود فکری و قشریگری و افراط و تفریط در عادات و رسوم مردم حاکم بود و فاصله طبقاتی و تعصب فامیلی مشهود و بارز بود. یکی از مورخان هندی که استاد تاریخ یکی از دانشگاه‌های هند است، در مورد هند پیش از اسلام می‌گوید مردم هند از جهان منزوی و فقط به خود مشغول بودند. از اوضاع جهان آگاهی نداشتند و این جهالت و بیخبری موقعیت آنان را بسیار ضعیف کرده بود. جمود در میان آنها پایدار شد و نشانه‌های انحطاط و پستی در آنان کاملاً هویدا گردید. ادبیات در این زمان بیروح شده بود. فن معماری و نقاشی و هنرهای زیبایی دیگر نیز مطلوب نبود. رکود و جمود جامعه هندی را فرا گرفته بود و بر اثر آن فاصله و تبعیض بزرگی بین طبقات و خانواده‌ها وجود داشت. به زنان بیوه اجازه ازدواج نمی‌دادند و در مورد خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها بر خود سختگیری می‌کردند و گروهی به نام نجس‌ها یا همون پایین‌ترین طبقه مردم مجبور بودند بیرون از شهر و آبادی زندگی کنند. مردم هندوستان به 4 طبقه تقسیم شده بودند. اول طبقه رجال دین و کاهنان که به آنها براهمه می‌گفتند. دوم مردان جنگی و سربازان که شترا نامیده می‌شدند. سوم کشاورزان و پیشوران که به ویش موسوم بودند. چهارم خدمتگزاران و بردگان. طبقه چهارم پایین‌ترین طبقه اجتماعی محسوب می‌گردید و بر این عقیده بودند که آفریدگار جهان ایشان را از پای خود آفریده است که کارشان فقط خدمتگزاری طبقات سگانه و تأمین آسایش آنها بود. این قانون به براهمه جایگاه و ارزش خاصی داده بود که هیچ کس با آنها برابری نمی‌کرد و اگر مرتکب بزرگترین گناه می‌گردیدند باز هم معصوم و بی گناه به حساب می‌آمدند. و از دیگر امتیازات آنها این بود که از آنها مالیات نمی گرفتند و در هیچ حال محکوم به قتل نمی شدند. اما طبقه نجس‌ها جمع آوری مال و ثروت و نیز حق مجالست با برهمن‌ها را نداشتند و همچنین فرا گرفتن مطالب کتب مقدس برای آنها ممنوع بود. اوضاع دینی جهان قبل از بعثت. پیش از طلوع فجر اسلام انسان پست‌ترین دوران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تاریخ خود را پشت سر می‌گذاشت و از هرج و مرج فراگیر در تمام امور زندگی رنج می‌برد، چرا که روش جاهلی بر عقاید و افکار حاکم بود و بارزترین نشانه‌های آن یعنی جهالت و هواپرستی و بی‌بندوباری و فساد و تکبر و ظلم و خشونت بر مردم مسلط شده بود. ادیان آسمانی تأثیری بر زندگی مردم نداشتند و به سبب تحریف و دگرگونی اهمیت خود را به عنوان پیام الهی به مردم از دست می‌دادند. و افراد مذهبی و دینی درگیر کشمکش‌های عقیدتی بودند که ورود افکار خودساخته انسانی و ایدئولوژی‌های فاسد در این ادیان به وجود آمده بود. این کشمکش‌ها چنان شدت یافته بود که منجر به جنگ‌های خونینی میان مردان مذهبی شد. کسانی که از تحریف و تغییر دین خودداری می‌نمودند بسیار اندک بودند. آنها با امید نجات خود و به علت ناامید شدن از دیگران برای اصلاح جامعه به عزلت و گوشه نشینی پناه برده بودند. فساد در میان تمام قشرهای جامعه و در تمام زمینه‌های زندگی آنان رواج پیدا کرده بود. مردم از نظر اعتقادی یا مرتد شده بودند یا اصلاً دین را نمی‌پذیرفتند یا اینکه به تحریف ادیان آسمانی می‌پرداختند و در وضع قوانین
شریعت الله را نادیده می گرفتند و قوانینی وضع می کردند که با عقل و فطرت سازگار نبود و وضع چنین قوانینی با قوانین الهی مغایرت داشت. رهبران ملت که کشیش و ارباب و پادشاه بودند، ریاست این امور فساد را به عهده داشتند و تاریکی سراسر جهان را فرا گرفته بود و دنیا در شبی بسیار تاریک و ظلمانی و در انحراف از آیین الهی به سر می برد. آیین یهود به مجموعی از عادات و رسوم بیروح و فاقد حیات تبدیل شده و تحت تأثیر عقاید ملت‌های مجاور و مقتدر قرار گرفته بود و بسیاری از عادات مشرکانه و جاهلانه را پذیرفته بودند، چنانکه مورخان یهودی نیز به این مطلب اعتراف کردند. در دایره المعارف یهود این گونه آمده است: خشم و رضایت نداشتن پیامبران از پرستش بت‌ها دلالت بر این دارد که پرستش بت‌ها و خدایان متعدد در اعتقادات بنی اسرائیل رسوخ پیدا کرده بود و تا زمان بازگشت آنان از تبعید بابل همچنان باقی بود و بسیاری از عقاید خرافی و شرک‌آمیز را پذیرفته بودند. تلمود نیز گواهی می‌دهد که بت‌پرستی جاذبه خاصی برای یهودیان داشت. پایان کلام دایره المعارف یهود. جامعه یهود قبل از بعثت رسول اکرم دچار عقب ماندگی عقلی و فساد دینی شده بود. تلمود بابل که یهودیان آن را خیلی مقدس می‌شمارند و در میان یهودیان در قرن ششم میلادی متداول بود، مملو از مطالب نادرست و گفتارهای غیر منطقی و جسارت به الله و نادیده انگاشتن حقایق و دین و عقل بود. نصارا یا همان مسیحیان نیز گرفتار تحریف افراطی‌ها و تعدیل جاهلان شده بود و نور توحید و اخلاص عبادت الله پشت ابرهای متراکم ناپدید گشته بود. جنگ‌های شدیدی میان نصارای شام، عراق و مصر در مورد حقیقت و ماهیت مسیح در گرفت و خانه‌ها، مدارس و کلیساها به پایگاه‌های اصلی جنگ تبدیل شدند و در جامعه مسیحی بت‌پرستی به اشکال و مظاهر مختلف پدیدار گشت. چنانکه در کتاب تاریخ مسیحیت در پرتو علم کنونی آمده است: اگرچه بت‌پرستی پایان پذیرفت ولی کاملا نابود نشد، بلکه به درون دلها سرایت کرد و بت‌پرستی زیر لوای مسیحیت ادامه یافت. آنان که از خدایان و شخصیت‌های مذهبی خود کناره‌گیری کرده بودند، به یکی از شهدای خود صفات خدایی می‌دادند و برای او تندیس و مجسمه درست می‌کردند. و این چنین شرک و بت‌پرستی شهدای محلی رواج یافت و در این قرن نیز عبادت شهدا و اولیا فراگیر شد و عقاید جدیدی به وجود آمد. از جمله می گفتند که اولیا دارای صفات خدایی هستند. بر اساس عقاید اریسیین، اولیا و قدیسون واسطه میان الله و انسان بودند و اولیا سمبل تقدس و پارسایی قرون وسطی تلقی گردیدند و اعیاد و جشن‌های بت‌پرستانه به نام‌های جدیدی تغییر یافت. به گونه‌ای که در سال 400 میلادی عید قدیم خورشید به نام عید مسیح تغییر نام داد. در دایره المعارف جدید کاتولیک نیز آمده است این عقیده که خداوند مرکب از 3 اقنوم است، از اواخر قرن 4 در جهان مسیحیت و اندیشه آن سرایت نمود و به عقیده رسمی و مسلم تبدیل شد که در سراسر جهان مسیحیت مورد قبول واقع گردید. اما سرانجام در نیمه دوم قرن 19 میلادی از تحول عقیده تثلیث و راز آن پرده برداشته شد. پایان نقل قول از دایره المعارف جدید کاتولیک. جنگ‌های سخت میان مسیحیان در گرفت، به گونه‌ای که به تکفیر و قتل دیگران می‌پرداختند و بدین صورت مبارزه با فساد و اصلاح وضعیت خود و دعوت امت‌ها به آنچه مایه بهبود و صلاح بشر است فراموش گردید و نصرانی‌ها به خود مشغول شدند. مجوسی‌ها هم از دیرباز به پرستش عناصر طبیعی که بزرگترین آنها آتش بود مشغول بودند. در سراسر کشور خود آتشکده‌هایی بین منظور ساخته بودند و با تمام وجود به پرستش آتش مشغول بودند. در عبادتگاه‌ها برای آتش پرستان آداب و قوانین خاص منظمی وضع شده بود. ولی در بیرون از عبادتگاه‌ها پیروان مجوسیت آزاد بودند و طبق میل و خواسته هایشان زندگی می‌کردند و میان آنها و کسانی که به آتش پرستی اعتقادی نداشتند فرقی وجود نداشت. مورخ دانمارکی در کتاب خود ایران در عهد ساسانیان در مورد طبقه پیشوایان دینی و وظیفه آنان چنین میگوید: بر آنها لازم بود 4 بار خورشید را بپرستند و علاوه بر آن موظف بودند که ماه و آتش و آب را نیز بپرستند
و همچنین به هنگام خواب و بیدار شدن، به حمام رفتن و پوشیدن زنار و غذا خوردن و عطسه زدن و تراشیدن مو و گرفتن ناخن و قضای حاجت و روشن کردن چراغ‌ها موظف به خواندن دعاهای ویژه‌ای بودند و بر آنان لازم بود که نگذارند آتش خاموش شود یا آب و آتش با یکدیگر تماس حاصل نمایند و نگذارند معادن زنگ بزنند، زیرا معادن نزد آنها مقدس بودند. ایرانیان هنگام خواندن نماز رو به آتش می ایستادند، چنانکه یزدگرد آخرین پادشاه ساسانیان به خورشید سوگند یاد می کرد و می گفت: به خورشید که بزرگترین خداست سوگند یاد می کنم. آتش پرستان در هر عصری به دوگانگی خدا معتقد بودند و این شعار آنها بود و به دو خدا ایمان داشتند: یکی خدای نور یا همان خدای خوبی و نیکی و دومی خدای تاریکی یا همان خدای شر و بدی. مذهب بودایی که در هند و آسیای میانه رواج داشت به آیین بت پرستی تبدیل شده بود که به هر جا می رفتند بت‌ها را همراه خود می بردند و با رسیدن و اقامت در هر مکانی معبدی می ساختند و مجسمه های بودا را در آن نصب می کردند. مذهب برهمایی نیز که دین اصلی مردم هند به حساب می آمد، برجسته ترین شاخص اش کثرت خدایان و معبودهای گوناگون بود که در قرن ششم میلادی به اوج خود رسیده بود. تردیدی نیست که آیین‌های برهمایی و بودایی دو دین بت پرست بودند و دنیا از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام غرق در بت پرستی بود و گویا مسیحیت و یهودیت و برهمایی در بزرگداشت و تقدیس بت‌ها به مانند اسب‌های مسابقه با یکدیگر به رقابت برخاسته بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزی در سخنرانیش به این فساد فراگیر ملت‌ها اشاره نموده و فرمودند: پروردگار به من فرمان داد تا آنچه را نمی‌دانید به شما بیاموزم و از جمله چیزهایی که امروز به من آموخت این بود که فرمود: هر چیزی که به هر کسی داده‌ام حلال است و من همه بندگانم را بر اساس فطرتی پاک و یکتا پرست آفریدم، اما شیطان آنان را گمراه نمود و آنچه را که برایشان حلال نمودم بر آنان حرام کرد. من به آنان فرمان دادم تا آنچه را که برای آن دلیلی فرو نفرستادم با من شریک نگیرید. با پیش آمدن چنین وضعیتی الله نیز غیر از تعدادی از اهل کتاب بقیه ساکنان زمین چه عرب و چه عجم را هلاک نمود. روایت امام مسلم شماره 2197. از این حدیث چنین استنباط می شود که جامعه بشری در ابعاد مختلفی مانند شرک ورزیدن به الله، پیروی نکردن از شریعت، فساد پیشوایان ادیان آسمانی و گرایش آنها به انحراف قوم خود دچار انحراف شده است.